زنهای آنها با سگها زندگی میکنند، با میمونها زندگی میکنند و با حیوانها زندگی میکنند. این زنها کدام زنها هستند؟ زنهایی که در استرالیا و اندونزیا و در امریکا زندگی میکنند. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. بعضا ما میخواهیم که در دیگر دولت هایی که ترقیاتشان از ما پیشتر است و استحصال همه چیز را دارند، میخواهیم که در آنجا زندگی کنیم. وقتی درباره دیگر دولت ها مثلا امریکا و اندونزیا و آفریقا و دیگر دولت ها صحبت رود، ما هوس میکنیم، میگیم که در همان جاها زندگی کردن برایمان نصیب میشده باشد یا این که نه. ولی نمیدانیم که آنها از جهت ترقیات از ما خیلی و خیلی پیش هستند. مثلا ماشین های قیمت بها دارند، خانه های دبدبانه دارند، پول و مال و ملک زیاد دارند، ولی در آنها آدم و آدمگری، انصاف یا دیگر فهمی وجود ندارد. زیرا مردهایشان با حیوانها زندگی میکنند. در خانه هایشان سگ ها دارند، پشک ها دارند و هر گونه حیوان ها را در خانه راه میدهند. در ما چی؟ در ما چنین نیست. ولی اگر ما بیمار شویم، با عیادت ما خویش و تباران، نزدیکان، یار و دوستان و همسایه ها خبر میگیرد. آنها را وقتی بیمار شوند، غیر از همان کسی که با اون نزدیکتر است، غیر از آنها دیگر نه همسایه می آید نه خویش و تبار می آید. زیرا که آنها همیشه در فکر خود هستند و فکر خود را می کنند. هیچگاه شما در باره دیگر دولت ها فکر نکنید و هوس نکنید که آنها چنین زندگی میکنند و زندگی خیلی خوب دارند. بله، ترقیاتشان فقط استحصال تکنیک و تکنولوژیشان از ما بیشتر است. ولی از جهت خیلی که در بالا گفتن گذاشتیم که از جهت دیگر فهمی، احترام نسبت دیگر، رفت و آمد از ما خیلی و خیلی پست هستند. مردهایشان با مردها عائله برپا میکنند، یعنی که در نکاح دیگر میگیرند. زنهایشان با سگها، با حیوانها و با میمونها زندگی میکنند، یعنی که با طریق زنا. و بعدا چنین حالتها عین حال به نهایت زیاد شده است. پس هیچ وقت او دولت ها را شما فکر نکنید و هوس و آرزو نکنید که در آنجا زندگی کنید. بهترین دولتی هست که این تاجیکستانی ما و شما هست. زیرا همه تنج و آرامی و آسودگی، همه نعمت ها، همه فیض و برکت تنها در دولت ما، تنها در جمهوری تاجیکستان عزیز ما و شما هست.